ما دیلم برای او فرزندای و کسای میسوزه که همینو ظلم میکنن در مردم، فردا خواه نخواهند که این نظام است. به نام خدا قسم است که این یک قانون است، که یک فرموله است، که سنت طبیعت است که ایرا یگان مخلوق دنیا، یگان ابرقدرت هیچ وقت این نظام عوض کرده نمیتونه. هر جایی که نظام ظالمی پیدا میشود، قانونی که او شکست میخوره. این قانون پروردگار، قانون طبیعت نمیخله. در هر جایی که نظام ظالم پیدا میشود، شما تصور کنید پیش از این ظالما نظام ظلم در تمام جا بوده. شما ببینید که هیتلر که امروز کتابان نماش پرشیدگی است، چنگیز خان هم خیلی دور نمیریم، این قذافی و یا که مثلا حسن مبارک یا که مثلا صدامش، هر کسی که در سر ملت خودش فشار زیاد میکنه بفهمن که او شکست میخوره. از این بالاتر برای تاریخ کم نوشته میکنه. تاریخ از برای این نمود حکایت ها و این نمود قصه ها و این نمود کسایی که شکست خوردگیان در این راه برآمدگیان، بر علیه مردم ظلم کردگیان، حق مردم پایمال کردگیان، مقدساتشون پایمال کردگیان، عموما مردم سرشون بالا کردن نموندن، گپ زدنشون نموندن، جاهای کاری را از دستشون گرفتن، مردمشون در بدر کردگیان. این همه خیلی خواستن که نظام در دست خودشون بگیرن. امور خارجی و داخلی مردم همشون مربوط به یک شخص باشن و خب به خواست همون شخص مردم رفتار زندگی کنن، اون نظام شکست میخوره. همون دنیا است، همون خدا است و همون آدم همون مخلوقاتی که پروردگار آفریدگی است، همون خدایی که دیگه ظالم را همین خیلی نظام گذاشتگی به در دنیا که هر نظامی ما این همین خیلی که وقتی که ظلم کردی شکست میخوری، وقتی که عادل باشی شکست نمیخوری، عادل که باشی زندگیت خوب میره. امروز ما ظلم تنها و تنها فقط از همین اولاد امام علی میبینیم. در اینجا مثلا دیگه وزیراش ما گناهگار نمیکنیم، در اینجا مثلا ما دیگه مردمش گناهگار نمیکنیم. هر حکم بیرحمانه که صادر میشه و بر علیه ملت او از امام علی میبروید. امروز همه باید به گفته امام علی کنن. در اینجا تنها گناهگار کسی است که از او حکم صادر میشه. ما امروز دشمن نه به یگان وزیریم، نه به یگان سفیریم. امروز ما دشمن بر خود به اولاد امام علی. امام علی شخصی است که این امور را صادر میکنه. همین امام علی را از بین ببریم، یا شماش یک مظلومن یا بیچاره‌اند. اگرچه که امروز که ظلم میکنن کو یا قوتشون از امام علی میبینن. یکی فراموش نکنن که هر نظامی ناعادلی که در یک منطقه و یا که در یک جای پیدا میشود حتما شکست خوردنی است. راه دیگری از شکست ندارد. همین نمود فرعون، هامان، قارون، نمرود یا کسایی بدن که در نظام طبیعت تجاوز کردگی بدن، در آزادی های مردم حدود گذاشتند. باید این خطا را نگذاریم، در حالی که پروردگار برای انسان مطابق نظام طبیعت قانون های گذاشتگی است که انسان باید آزاد باشه. مردم فقط تنها بنده برای خدا باشند، نه که بنده برای یک بنده دیگر باشند، نه اینکه نوکر و یا غلام برای یک مخلوق دیگر باشند. پس از این معلوم میشه و دوستای عزیز که ما و شما جوانان در این نظامی که هست، اگرچه که پدرای اینا پیر شدگی باشند، فردا همین فرزندای ظالم امینو در سری خدرت بیان بفهمین که به ما و شما رحم نمیکنن. ما و شما جوانای امروزه ایم، پگاه در سن سال 40 سالگی ما میقفن ما را فرزندای نمینا زندان میکنن. با بعد از او با یک تعداد مردمی که اونا از اموری از قضیه و سیاستی پلیدانه و سیاستی ناپاکی حکومت خبر ندارن، ما و شما را همین خیلی میگیرن میبرن زندان میکنن. برای خاطر محافظت فرزندای اونمی اولاد که اینا فردا مثلا پس از فردا از دنیا بروند، باز برای نظامی اینمی نظامی بیرحمانه، اینمی نظامی مستبد با فرزندای اینا را با یک گروه دیگه دستگیری میکنن. باز ما پشت پنجره میشینیم، باز فرزندای ما در عذاب میباشند. پس امروز ما و شما جوانا مرکز و نقطه تحولاتی یک جامعه ایم. از همه جا باید ایواز شود. این همه جا یا ایواز می شود، حال میراست دیگه تاجیک آبرو پیدا میکنه، یا که بعد از این تاجیکستان به کلان از بین می رود و در دست یک دولت دیگر داخل می شود. ما کلان یا یک دولت دیگر میشیم.
مطابق حرکت ما و شما پروردگار ما و شما را برکت میده. نمیشید که خداوند در طول 24 سال این خدا در جای خدای نخواسته نعوذ بالله در جای خواب بوده که این قدر ظلم کردن خدا نگرفتش، برای که مطابق همون مردم خودش پروردگار را کمک میکنه. فقط این نمیره در گوش مردم خواندیم، این نمیره در گوش یکدیگر ما خواندیم که اولی بست میشوه، اولی بست میشوه، اولی بست خیال میشوه، اولی خدا میزنه ایرا، اولی خدا میزنه ایرا، اولی خدا میزنه. این خداوند نعوذ بالله در جای ششتگی که نمیبینه ایرا که قدر ظلم کرده شده است که بگیره بزنش. خداوند میبینه و مطابق اونمو برنامه ما و شما ما را کمک میکنه. نظامی را که خدمان میگنیم برای زندگی خدمان مطابق اونمو ما را کمک میکنه. مشکل اگه دین روز آیات قرآن خونده بدم در سوره اسراء میفرماید که و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه و تعالی ما را مطابق حرکتمون ما را دستگیری میکنه. حرکت ما اگر خاموشی باشه در همین خاموشیمون پروردگار ما را دستگیری میکنه. اگر حرکت ما برای آزادی باشه در حرکت آزادیمون ما را پروردگار دستگیری میکنه. خداوند میگه که کلا نمید هؤلاء و هؤلاء، هر دو طرف ما کمک میکنم، ایشم کمک میکنم اوشم کمک میکنم. نیکی نظام دارم که حق کامیاب میشود و باطل شکستنده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هر کسی که حیات دنیا را بخواه و هر کسی که مال ملک دنیا را بخواه عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما برای او میتیم دنیا را و برای او فراهم میگردونیم، آسان میگردونیم. این معنی نداره که هر کسی که طرفی بدی بره و ما او را نتیمش. نیکی در آخر حساب کتاب میکنه. شما را دنیا را خواستین، زنا خواستین و ظلم خواستین و هر چی که خواستین پروردگار برای شما میتیه. نیکی فراموش نکنین خدا در آخر آیت میگه ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، باز برای او جهنم آماده میکنیم. ما همه خیلی خدا هستم میگه پروردگار که ما دستگیریت میکنم به خاطر هر راهی را که خودت اختیار کردگی. این نظام ما که ما باید عادل باشم. اگر که خداوند تنها کسایی را یاردم میکرد که کسی طرف جنت طرف قیامت کوشش میکنه، پس در اینجا عدالت خداوند گم میشی. اختیار در دست ما دادگی و برای بنده هاش کمک میکنه. و من اراد الاخرة و سعى لها سعيها و هو مؤمن، هر کسی که حیات آخرت خواست و هر کسی که مطابق برنامه های و منهج پروردگار زندگی کرد، ظلم نکرد، دروغ نگفت، زنا نکرد و نماز خواند، حج کرد، حق مردم نخورد، آدم نکشت، نظام هایی که خداوند برای ما و شما راهنمایی کردگی است. هر کسی که مطابق این برنامه رفت و سعی لها سعیها و برای او کوشش کرد و هو مؤمن و او مؤمن باشه و با پیروزی به ما ایمان داشته باشه، فاولئک کان سعیهم مشکورا، کوشش آنها به مکافات نمیمونه، حتما ما او را یگان تحفه پدرکه جایزه برای اونها میتیم. کلا نمید هؤلاء و هؤلاء، ما هر دو طرف یاردم میکنیم، ایشم یاردم میکنیم و اوشم یاردم میکنیم. امروز مطابق برنامه های ما و شما خداوند ما و شما را یاردم میکنه. رفرندومی که امروز در پیش روی ما و شما است، امروز اگر ما و شما حرکت نکنیم، امروز هر یک تای ما و شما کسایی که امروز در خارج کشوری و یا در داخل کشوری ناراضگی خودتون اظهار کنید.
به نام خدا قسم است که ترس مرگ شما و حیات شما وابسته به عملی که میکنین به این نیست است. میینه که مرگ شما همه عجلی که میره انسان را میرسه و این معنا رو نداره که هر کسی که ناترس باشه و هر کسی که در این راه میبروه شجاع میباشه مرگش همو میآید. تا امروز مثلا چندین تا جیکایی که در همین راه با ما و شما یک جای نبودن که تابوتاشون و جسد خنکشون بردن در پیش مادراشون ماندن، مادراشون زار زار گریه کردن. اگر شهیدن که باشن و تنها فقط شهید غربتن، اما هر کسی که در این راه میبروه و حقیقت در مقابل پادشاه ظالم گپ میزنه او را مطمئن باشین که اعلاترین درجه شهادت میگیره. به خاطر این عمل اعلاترین جهاد است. وصف رسول خدا درباره کلمه حق گفتن در مقابل پادشاه ظالم اینمی نمود باشد که افضل الجهاد کلمه الحق عند سلطان الجائر، بهترین جهاد سخن حق گفتن در مقابل یک پادشاه ظالم است. وقتی که این عمل بهترین جهاد باشه پس شهادت همین هم بهترین میباشه. وقتی که یک عمل اگر که او عمل بهترین باشه پس ثوابی همون بهترین است. از همین خاطر مرگ ما و شما وابسته به ترس ما و شما یا به شجاعت ما و شما نیست است. هر کسی که بترسه بگه که خیمه گمش کردن راه نمیره، این خطا میکنه. شاید که بعد از همین سخن یک ساعت بعد مروکه بیاد جان تا بگیره ببره. مرگ شما وابسته از ترس شما نیست. این خیلی نیست که تو بترسی بمبری یا که تو شجاع باشی یا که بمبری یا که نترسی نبری. مرگ وقت ساعت معین داره. در اونجا اگر که وقت ساعتش رسید اگر که میلیاردر باشی میگیرد یا که غریب هم باشی میگیرد، اگر که گوشتینگیر هم باشی میگیرد، اگر که یک آدمی دمیز پسکولی که باشی هم میگیرد. فرق نداره. مرگ وابسته به شجاعت و یا به ترس انسان نیست. شجاعت و یا ترس یا از یکدیگر خیلی فرقیتی کلان دارند و اینا هیچ ربطی به مرگ ندارند. مرگ فقط اومدن مرگ فقط تنها خود خداوند میداند. این چیزهایی هستند که پروردگار در قرآن کریم ذکر میکند که ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأي ارض تموت ان الله علیم خبیر. پروردگار در نزد او است علم قیامت، چه وقت برپا میشه و قیامت و چه وقت باران میبارد و چیزی که در رحمهای مادر پیدا میشود، در کودکان مادر پیدا میشود، امروز اول میدونه که این بچه یا دختر. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و هیچ نفسی نمیدونه که پگاه چی میآید در سر او. و ما تدری نفس بأي ارض تموت و هیچ کس نمیدونه که در کدام زمین از دنیا میگذره. مرگ کسی نمیدونه. وابسته به ترس نیست. تو بگوی که اینمی راه دمه ببرم پگاه مرا میقفن میبرن زندان میکنن مرا میپرونن. این گپا نیست است. از همین خاطر دوستای عزیز من برای شما میگم که مرگ انسان وابسته به شجاعت و یا به ترس او نیست است. امروز ناراضگی خودتون در مقابل کسی که دشمنیش با مردم اعلام کردگی است، کسی که دشمنیش با دین خدا اعلام کردگی است و با خود پروردگار و با قانونهای پروردگار اعلام کردگی است. ما یک مسلمان هستیم، باید از مقدساتمان دفاع کنیم. این واجب است و یکی از واجبات ما و شما است. وقتی که ما و شما دعوای مسلمانی داریم، وقتی که ما و شما دعوای تاجیک بودن ما داریم، از نگاه تاجیک بودنمون باید از وطنمون دفاع کنیم. اگر که ما مسلمان خودمون دعوا میکنیم پس با از مقدساتمون دفاع کنیم. در هر دو طرف ما حق هستیم. با قانونهای بین الملل ما حق هستیم و با قانونهای پروردگار با قانونهای شرعی و وضعی ما حق هستیم که ما دفاع کنیم. در غیر این صورت شما نگاه کنین که فرزند یک کس دیگر به خاطری که خبر ندادنش که پدرش در همین راه برآمدگی است یا برآمده باشه یا نبرآمده باشه او را 22 سال زندان میکنن. پس را مطمئن باشین هر یک تا شما آماده 22 سال زندان باشین. این به خاطر ترسوندن شما است. اینا همش فقط به خاطر روحیه شما را شکستن که 20 سال نام شب بگیرید دهنت پریامو پر شود. این به خاطر شکستن روحیه شما بدونن که این حمله های فکری که در فکرهای شما حمله میکنن که ای بچه‌ها و بچه‌ای را میدونید که ما خبر نکرده است 22 سال دادگیشان. این خبر داره که شما این حمله بر ذهن ما و شما. من میگم که ای مردم 100 سال اگر بتینش 100 سال محکومی زندانش کنن و همین
100 سال فقط در زندان هایی که نظامش سنگین باشه، در همون امتیانش باید ما و شما همینقدر دلیر همینقدر شجاع باشیم که بگیم اگر 100 سال هم بتیم ما خم نمیکنیم. با این نوشته های شما ما هیچ وقت خاموش نمیباشیم. یعنی امروز هر یک فرزند تاجیک باید آماده 22 ساله زندان باید تیار باشه. اگر یا 22 سال زندان قبول میکنی یا کی زنکتا میگیری رنگ گوسپندوره خب میکنی، در سر چی کار کنن، چی نقشه و چی برنامه و چی منهجی که در زندگی ت بگذارن، باید مطابق برنامه یک پلید باید مطابق برنامه ما زندگی کنیم. بخواه که زنت مینیوب که بپوشه باید مینیوب که بپوشه. بخواه که زن تا زنا بکنه باید زن تا زنا کنه. ای مردم، این روزهایی که ما و شما بچه‌شون خدمت دیده استیم، این اگر پگاه از این هم شاید مشکل تر شود. بعد از رفرندوم، این رفرندوم تنها فقط یک مکر رسیدن به نوع ظلم هایی که ما و شما اصلا تصور نمیکنیم. به نام خدا قسمه که ما و شما تصور نمیکنیم که به او ظلم های برسن که اصلا در عقل ما قبول نکنه. کی میگفت که روز پیدا میشه شخصی که خدا را دشمن میکنه؟ کی میگفت که از مابین مردم تاجیک شخصی پیدا بشه که خانه خدا را میگیره بلدوزر را میگیره چپش میکنه؟ کی در فکرش میومد؟ کی میگه که در تاجیکا انسان پیدا میشه که اصلا وجودیت خدا را قبول نداره؟ جنت، دوزخ، ملائکه، جین اینو را قبول نداره. ماورا طبیعت عموما ایمان نداره. کی میگه که در تاجیکا کسی که با زبان تاجیکی صحبت میکنه این خیلی در تاجیکا گفتن گپ نیست؟ و خدا امروز صدها کسایی هستن که امروز با وجودیت جنت دوزخ هیچ قبول ندارن. در فکر کسی میومد که این روزای میشه که از مابین رحم قپنه دیگن که سطح بگی نظامی بود که این تنها فقط به خاطر مردم امو حکومتدارا بود. کسی که در حکومت کار میکرد او با لباس اسلامی و با حجاب عموما داخل جای کارخانه شده نمیتونید که فقط به خاطر کارخانه ها بوده، برای کارخانه های دولتی. اما بعد از کارخانه های دولتی در معلمه ها گذشته، در دانشگاه ها گذشته، بعد از او در طلبه ها گذشت، بعد از او در مکتب ها گذشته، امروز از قد کوچه میقفن لباس تبدر میکنن. کی میگفت اگر این نظام یاد ما میرسه؟ کسی این را فکر میکرد؟ نمیکرده. امروز قسم خوردن که امروز وارا میگن که با پیشوای ملت قسم یاد بکنید تنها به خاطر کارگرای، این اصلا دروازه که شدن قسم خوردن ما و شما که این اول شده شوه بعد آهسته آهسته اول یک بگذارنش، اول همی قبولش کنن بعد آهسته خودمون درکش نمیویم. ما میگیم که اگر که 100 سال هم اینا زندان بکنن، اگر 100 سال هم حکم زندان کنن، یک جوانی که میگیرن به خاطر آزادیش یا به خاطر وطنش به خاطر مقدساتش میخزه قیام میکنه، ایرا میگیرن محکوم به زندان برای 22 سال میکنن. نه تنها 22 سال، 222 سال هم بکنن، باز ما همون جوانایی هستن که خب نمیکنیم. ما را حاجی عمر خدا رحمتش کنه همین همون تربیه کردگی است که عموما سر تا در مقابل دشمن هیچ وقت خم نکرد. وقتی که سر خم کردی در مقابل دشمن با این فکر با این نیت نباش که شاید سر خم کردن تو نظام زندگیت بهتر شود، یا از دنیا با مردانوار بگذر یا که عموما سر خم نکرد، بزن تیکه تیکه که نابود کرد، گردن به گردن بگی بقب چپک فقط نابودش کرد، یا که خیلی نظام قبول میکنه یا که سرخم نمیکنه. ما باید همی خیلی جوانو باشیم. من میگم که جوانای عزیز، نقطه تحولات جامعه تاجیکستان امروز از ما و شما صورت میگیره. از خارج به طریق زیلو، به طریق رادیو، به طریق اینترنت، به طریق یوتیوب و ادنا کلاسیک فیسبوک، این نقطه تحولات ما و شما در هر جایی که باشه، در روسیه باشه و یا در اروپا باشه، غیرت کنین، همت کنین. هر یک کدومتون وطن شما هم هست. وطن اینجا تنها از عمرالی قوتف نبود که اگر از عمرالی قوتف میبود عمرالی رفته، وطن چه خیلی کس گرفته. هر یک تایما و شما حاجی عمر باید باشین. حاجی عمر هدفش می بود که هر یک تایما و شما باید به مثل حاجی عمر مرد باشین. و هر یک تای شما امروز دعوا کرده بتونن که شما شاگردای حاجی عمرین، اگرچه که او را ندیده باشین. امروز هر یک تایما و شما امت رسول خدا بدن دعوا میکنید که ما امت رسول خدا ما دیدگیش نیستیم، اما امروز ما جانمون به خاطر امت به خاطر رسول خدا باید بتونیم قربان کنیم. این نقطه تحولات زندگی ما و شما.
این سفسطه ها و این چیزایی که در نشریات ها میبرویند، من امیدوارم که روزی میشه که رادیوی آزادی از این نوشتگوشون پشیمون میشوند، وگرنه مردم سیرانو باز همون ملتیم، باز همون مردمیم، ما این مردم به جوابگاری هم میکشیم. هدف از ما یا نیستن، هدف از ما یا دیگر از این پایانترش نیست. هدف از ما بالاترین انمو را قفیدگیه، انمو را باید نابود کنیم. نظام انمو گذاشته است در بالای ما و شما. هر بدبختیه که میاد در سر ملت ما و شما و هر یک جوانی که در روسیه امروز مردش نمیخواد با جسد خنک در پیش مادرش گذاشته میشه، همه اینها اسنونوی عامل اساسیش امام علی رحمه الله شما. خواهش میکنم پیش هر یک جوان شما، پیش هر یک مادر، پیش هر یک فرزند، پیش هر یک پیر و جوان، ما شاگردای حاجی عمریم. چی خیلی که حاجی عمر میگفت که ای مردم تاجیک، ما پیش هر یک پیش ما سر بخم میکنم. ما هم خیلی شاگردای حاجی عمر میگیم که پیش هر یک جوان، پیش هر یک شهروند تاجیکستان ما سر منخم میکنیم. ما و مثل شما یک آدمیم، ما و مثل شما یک انسانیم، مهاجریم و عذاب دیدگیم. امروز دل ما برای خاطر مردمون میسوزه، برای ملتمون میسوزه، که نه این که یک اولاد پلید، یک اولاد خبیث فرزندش در سن سال 28 سالگی امروز پلکانی کرد. این قدر مردمی که از ما و شما زحمت کشیدگی هستند، کجا شدن پلکانی کن؟ یا زندان شدن یا که زیر خاک رفتن. اما این در یگان این همین خیمق از ایران، خیمق تازه را زکس میکنن، در خونشون میان میخرن، بهترین ماشینا را میشینن، بهترین غذا را میخورن، بهترین زندگی دارن. ما و تو در بدر میگردیم، با میگیم که خیس خوزای ابا چه تنجای اوخی، ابا چه اوخی خیلی آدم مرده کده است، مرده گرفته است. ای مردم بیدار شید، هر یک تون در او وطن حق دارین. اینو اگر مال ما و شما را دزدی نمیکردن، اونمو خیلی که اونمو امروز در نوش نعمت است، تو هم میتونستی که در یک نوش نعمت باشی. اینو برای ما و شما برنامه ریزی نکردن، تنها فقط یک برنامه داشتن که هر کسی که در مقابل امام علی آینده خطر داره او را باید آیسته به نیرنگ، به فریب، به برنامه های هر خیله اینا را باید از بین برده شود. این همی برنامه اساسیش بود. مردم جوانا را فقط کوشش کنین، به علم کنین، ببرورین، فقط پاسپورتشون بتین، همی 5 سالشون کنین، بتین عموما ژیلت نکنین، بتین همشون ببروین، بروان کار کنن. در اینجا یگان چیز باید نسازین. به درجه آمدگی در دنیا یگان جدا نیست که پاسپورت 10 ساله در تاجیکستان پاسپورت 10 ساله. این دفعه که آمد پاسپورت 10 ساله را گرفت، برود دلش پر باشد که 10 سال من میتونم که تاجیکستان نرم. ای مردم، یا همه برنامه ها بدن. ما از یک طرف خرسند میشیم که خیلی ما ای برش تنجیم، پاسپورت من 10 ساله را یا 10 سال دست میزنم. 10 سال من میتونم که در یک ملک غریبی عذاب بکشم، پولشون فقط روان کنم. این برنامه بدن. این خرسند میشیدن که برای ما خوب کاری خوب کردن که غم ما و شما را خوردن. این اصلا در سر ما و شما یک غم آوردن داخل کردن. روز تا روز غم در بالای غم، غم در بالای غم، غم در بالای غم در بالای ملت تاجیک. روز تا روز باران واری باری. خیلی که شاعر میگه که لبریز درد و غم شده اشعار پرپره. عمریست در فراق وطن جامه میدرم، چون نونهال خشک کویرم ز بیکسی آتش کشیده شعله و افتاده بر سرم. عمریست ابر تیره آفاق نیلگون، باران غم چو سیل بباریده بر سرم. اکنون که موج غم به تلاطم فتاده است، کشتی باورم شده ناامیدی لنگرم. از دستی ظالم و برادر کشی ببین، در تنگنای حادثه زخمیست پیکرم.
بیچاره در بدر زی وطن دور تا بکی سایس بیا که چشم برا هست مادرم. الله همه شما را نگهدار باشد. دوستای عزیز، راستی این نقطه هایی بدن که ما و شما را راه افتاده میکنن. عموما غیرت کنین به خدا، همت کنین. ما رحمت میگم برای او جوانایی که امروز عکسای امام علی را میگیرن در میتین. ای شاید برای بعضی کسا میگه به یک عکس در دادن چی میشود. ای برای شما بیاین با چشمای ما نظر کنین. شما بیاین یک بار با اینا مثل یک انسانی که یک دختر دوست میداره، وقتی که تو میرای بگویی که کیه، میگه ای عروس ماه. بعد اخیر یه بچه میگه تو دیوانه، یه بچه امر بجوش خشنو اینقدر تو عاشقش لگی. تو میگه یه بچه تو بیا با چشمای من نگاهش کن، او برای تو را خشنو نیست اما برای مرا زیبایی. شما او در او دوستاتون در میگیرین ورقه را، او صورتی پلید شما در میدین. شما میفهمین که این شاید به بعضی کساتون میگن که با این صورت در دادن چی میشود. انسان قدمش در بالای ترس گذاشتن. مردم هم میپرسن که ما چه خیل کنیم که مردم دیگر نترسن. این همین راههایی است که انسان دیگر نمیترسه. او کسایی که امروز آشکارانه ویدیو ابرشی نمیکنن، این البته اوج جوشش ایمان اونا است. این دیگر طاقت دیگر نمیکنن. این اوج باید دیگر فقط اینم یک انسانه که بگیم که میخواه که پیشاب کنه، همی قفا نمیتونه، باید او توالت بروه. وقتی که توالت میروه، وقتی که خودش خالی میکنه، بعد سبک میکنه، خودش احساس میکنه که اینا جانم راحت کرده. اما یک انسان که در وجودش وطن دوستی، در وجودش نفرت به این انسان پیدا میشوه، واقعا وقتی که نفرت میکنه از او صورت او را وقتی که در میکشه که مردم نشون میده که مرا ببینن که ما دیگر نتونستم، من دیگر آخران درجه طاقت ما بده که ما به این درجه آمدم که عکسی همی را در بتخیم. این دلالت به این میکنه که ما روز ما اگر که خداوند به مرا استطاعت داد، ما خود جسدی همی را در میکیم. این غیرت است، این شجاعت است، این ناترسی است. ما از همه کسایی که امروز از هر یک گفتی همون محمد انصاری، از تک تک شما من مینا دارم که شما واقعا آماده هستین که در بری ما ایستاد شید. ما از همتون مینا داری و تشکری میکنیم.